در یکی از روستاهای اطراف اردبیل، چوپانی زندگی می‌کرد به نام عمو رحمت. مردی آرام که بیشتر عمرش را با گوسفندها و کوه گذرانده بود. یک زمستان سخت، بعد از بوران شدید، صدای ناله‌ای از پشت صخره‌ها شنید. جلو رفت و دید توله‌گرگی پایش در تله شکارچی‌ها گیر کرده. گرگ مادر پیدایش نبود. توله از سرما و درد می‌لرزید. عمو رحمت می‌دانست گرگ بزرگ که بشه درنده میشه، اما نتوانست رهایش کند. تله را باز کرد، پایش را بست و توله را به کالبه‌اش برد. چند ماه از او نگهداری کرد. توله بزرگتر شد، قوی‌تر شد، اما هیچ وقت به گوسفندها حمله نکرد. حتی شبها کنارشان می‌خوابید. روستایی‌ها می‌گفتند اشتباه می‌کنی، ذات گرگ عوض نمیشه. بهار که رسید، یک شب گرگ ناپدید شد. همه گفتند دیدی؟ رفت دنبال ذاتش. اما چند هفته بعد اتفاق عجیبی افتاد. یک گله دیگر در همان کوه‌ها مورد حمله گرگ‌ها قرار گرفت، اما گله عمو رحمت سالم ماند. چوپان‌های دیگر می‌گفتند یک گرگ بزرگ را دیدند که دور گله عمو رحمت می‌چرخد و گرگ‌های وحشی را دور می‌کند. گرگ هرگز برنگشت، اما هیچ وقت هم آسیبی نزد. نتیجه‌ای که عمو رحمت می‌گفت من ذات گرگ را عوض نکردم. فقط بهش یاد دادم همه دنیا دشمنش نیست. ذات گرگ درنده است، اما رفتارش میتونه عوض بشه.